لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه اخبار همستر کامبت رو توی این چنل واسهتون قرار میدم. پس خیلی سریع این چنل رو ساب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا جدیدترین خبرها واسهتون نوتیفیکیشنش بیاد. این ویدیو به جز کارت هایی که بهتون معرفی میکنم، در آخر میخوام در مورد مسائل مهم همستر کامبت واسهتون توضیح بدم، صحبت کنم، بهتون بگم که پروفیت ها رو تا کجا لول اپ کنید. بله، پروفیت مهمه، اما آخر این ویدیو میگم که چرا مهمه و چقدر مهمه و تا کجا لول آپش کنید. بچه اگه یه کارت واسهتون قفل بود اصلا نگران نباشید، چون اون کارت ها به راحتی باز میشن. زیر هر کارت نوشته که برای باز کردن اون قفل بایستی برید و چه کارتی رو لول آپ کنید. به عنوان مثال برای کارت میم کوین ممکنه به یک کارت اینفلوئنسر رو برید لول 10 کنید تا این کارت براتون باز بشه. اون متن زیر هر کارت رو بخونید تا اشتباه نکنید و فکر نکنید نمیتونید بگیرید. همه کارت ها رو میگیرید، همه کارت ها خریدنی هست و هیچ کارتی نیست که برای کسی باز نباشه، مگر کارت های اینوایت کردن فرند ها که توی این روزا که همه داخل همستر کامبت هستن خیلی سخته که بتونین 3 تا دوستتون رو دعوت کنید به این بازی. اما غافل نمونید و سعی کنید که خیلی سریع دوستاتون رو به این بازی دعوت کنید. خب رسیدیم به بخش اصلی این ویدیو که میخوام واسهتون توضیح بدم که چرا ما باید پروفیت داشته باشیم و چرا باید کارت ها رو لول آپ کنیم. اصلا تا کجا لول آپشون کنیم؟ تا لول 10، 11، 12 کدوم کارت ها؟ الان بهتون میگم. بچه من اکثر کارت هام رو لول آپ کردم چون از نظر من پولی که ساعتی بهم میده خیلی ارزشمندتر از سکه هامه. ببینید به عنوان مثال من الان یکی از کارت ها رو میرم و شروع میکنم به خریدن. ببینید کارت فن توکنز، کارت فن توکنز میگه 85,000 تا سکه به من بده، من بهت ساعتی 1000 تا سکه میدم. شما با یه حساب کتاب ساده روزی 24 ساعته بچه ها و یعنی در روز 30,000 تا سکه به ما میده. برای اینکه 85,000 تا رو دوباره ما سرمایه‌مون رو برگردونیم 3 روز که بگذره ما 85,000 تا رو بازگشت سرمایه‌مون رو داریم و باقی این روزها همش سوده، همش سوده. با اینکه زمان زیادی نمونده، اعلام کردن گفتن که 20 روز دیگه این همستر کامبت وارد صرافی ها میشه، لیست میشه و قاعدتاً بازی بسته میشه و دیگه نمیتونید سکه به دست بیارین. پس 3 روز زمان بذارین، بازگشت سرمایه داشته باشین و 17 روز آینده رو همش سوده واسهتون، همش پوله. خوش به حال اون کسایی که این لول آپ کردن ها رو 1 ماه پیش 2 ماه پیش انجام دادن، ولی خب کسایی هم که الان وارد بازی دارین میشین هنوزم دیر نشده. بریم چند تا کارت دیگه هم واسهتون لول آپ کنم ببینیم کدوم کارتا خوبن هستن. خب این کارت 12,000 تا پول از ما میخواد بابت 80 تا سکه‌ای که میخواد بهمون بده. من به نظرم 80 تا سکه خیلی کمه در ساعت، یعنی ساعتی 80 تا سکه بخواد بده شاید بازگشت سرمایه‌مون خیلی زمان ببره و من راضی نیستم به خریدش. اما 12,000 تا هم پولی نیست واسه اینکه بخواید بدین، زیاد ارزش خاصی نداره توی این بازی. کارت هایی که میخواید بگیرین سعی کنید کارت هایی باشه که 700 تا 400 تا 500 تا بهتون در ساعت سکه بده و این کارت میگه 11,000 تا سکه به من بده، من ساعتی 177 سکه به تو میدم. شاید این عددا واسه شما کمتر باشه چون من این کارتا رو لول آپ کردم. اگر شما لولتون کمتر باشه اینا هم واسهتون ارزون ترن، ولی به هر حال حساب کتاب کنید. ببینید 177 تا در روز میشه تقریبا 3,000 تا 4,000 تا سکه و توی 2-3 روز 3-4 روز این 11,000 تا واسه من بر میگرده. پس اگر توی حساب کتابتون به این نتیجه میرسین که اون سکه هایی که دارید میدین توی 3 روز 4 روز برمیگرده، اون کارت رو بگیرید، ارزشش رو داره چون ما هنوز 20 روز دیگه زمان داریم و این 17 روز 16 روز باقی مونده بعد از برگشت سرمایه‌تون همش براتون سوده. بریم یه کارت دیگه هم امتحان بکنیم تا بهتون بگم چه کارت های خیلی مهمن. این کارت X50 85,000 تا سکه از ما میگیره و 1800 تا سکه بهمون در ساعت میده. به نظر من خیلی خوبه، تقریبا 2000 تا سکه در ساعت میخواد بهمون بده و در روز تقریبا 50,000 سکه واسه ما استخراج میکنه و توی 2 روز
این پولی که دادیم برمیگرده و 18 روز باقی مونده و شاید هم بیشتر. یعنی همیشه این برنامه‌ها تأخیر هم دارن، شاید 1 ماه 2 ماه آینده همش واسهتون سود باشه. فعلا ولی روی 20 روز حساب کنید، چون اینجوری گفتن، ما اینجوری شنیدیم. کارت تریدینگ بات کارت بسیار خوبیه. ببینید 17,000 تا از من میگیره و 335 سکه در ساعت به من میده. من این کارت رو دوست دارم و میگیرمش. ببینید کارت هایی که میخرین و دور اون کارت بعد از خرید یک حلقه میاد، یه حلقه تایمر میاد و میگه که مثلا تا 1 ساعت آینده اجازه ندارین دیگه این کارت رو بخرید. مثل این تریدینگ باتسی که الان دارید میبینید. این کارت های خوبی هستند. بدون استثنا هر کارتی که خریدین دیدین تایمر داره، اون کارت رو بعد از اتمام تایمرش دوباره بخرین، چون این کارت ها بلا استثنا خوبن. بازم میگم بیشتر از لول 15 14 یا حتی کمتر 13، من که دارید میبینید همه لول 9 تا لول 11، یعنی بیشتر از این اصلا نبردم، لول اپ نکردم. کارت پی تو پی هم به همین شکله. میبینین یه تایمر اومده دور کارت و میگه که تا 1 ساعت و 29 دقیقه دیگه نمیتونی این کارت رو بگیری. من این کارت رو هم دوست دارم. کارت هایی که تایمر دارن بچه همشون خوبن. الان وب تیری هم بریم بزنیم ببینیم وب تیری چجوریه. وب تیری هم خوبه. 90,000 تا میدی، 1400 تا سکه در ساعت بهت پس میده. من این کارت رو هم دوست دارم. همون میشه تقریبا توی 4 روز کل 90,000 تا سکه‌ای که دادیم برمیگرده و 16 روز باقی مونده همش سوده. همش پولیه که میاد توی برنامه میشنه واسه خودتون. اگه میخواین آپگرید کنید بچه همین الان برید و واقعا آپگرید کنید، چون اینجوری نباشه که الان 2 تا کارت رو برید آپگرید کنید، فردا 2 تا دیگه رو آپگرید کنید. بذارید این 3-4 روز زمانی که قرار بازگشت سرمایه داشته باشین همین 3-4 روز باشه دیگه. همین الان تا اونجایی که میتونین آپگرید کنین، توی 3 روز همه سرمایه‌تون برگرده، باقیش بشه سود. یعنی غیر از این باعث زمان زیادی بذارید. بچه توی قسمت اسپشیال که برید، این کارت هایی که الان اینجا هست که من قبلا خریدمشون، همه این کارت ها عالی هستند. همه این کارت ها عالی هستند. ببین میگه 21,000 تا سکه بده، من 473 تا سکه بهت میدم. اصلا این کارت عالیه، فوق العاده است. تازه الان واسه من گرون شده. توی لول های پایین‌تر پول خیلی کمتری میگرفت، یعنی 1000 تا میگرفت 400 تا در ساعت میداد. خیلی کارت بهتری بود و میبینی که این تایمر دورش اومد. کارتایی که تایمر دارن بدون استثنا همشون خوبن. این کارت میگه 132,000 تا به من بده تا من بهت 2600 تا سکه بدم. همونطور که گفتم ساعتی 2600 تا سکه، یعنی در روز تقریبا 30,000 تا 40,000 تا سکه و توی 3 روز پولش در میاد. ببین چقدر دارم تکرار میکنم واسهتون. ماشین حسابی که ور میدارید از اونجایی که ما فرصت زیادی نمونده واسمون، فقط کارتایی رو بگیرید لول آپ کنید که توی 3 تا 4 روز آینده سرمایه‌تون برگرده. این سرمایه باید برگرده. اگه قرار باشه ما 10 روز زمان بذاریم تا فقط سرمایه‌ای که داریم میذاریم برگرده، که دیگه ارزش نداره اون کارت رو بخرین. الان ارزش نداره. بازم میگم کسایی که 2 ماه 3 ماه پیش اومدن و این کارتا رو خریدن، اونا که 100% واسه شون میارزه، چون 3 ماه داره اون کارت واسه شون پول در میاره. اما برای کسایی که امروز وارد میشن یا یه هفته است وارد شدن، نه دیگه فرصت خرید کارت نیست. پروفیت دیگه الان واسه شما اونقدر ارزش نداره. من تمام کارتایی که اینجا هست رو براتون میخرم ببینین و همشون بچه‌ها تایمر دارن بلا استثنا. این کارتا رو من خیلی دوست دارم. از این کارتا غافل نشید. دیگه جونم واسهتون بگه، در انتهای این ویدیو حین اینکه کارتا رو دارم اینجا واسهتون نشون میدم که کدوم کارتا رو من خریدم، بهتون در مورد اینکه پروفیت ارزشمندتره یا سکه ارزشمندتره در مورد این واسهتون بگم. ببین بچه، ارزش گذاری این ارزها هیچ وقت نمیاد بر اساس کارت باشه یا بر اساس پروفیت باشه یا هر چیز دیگه. من امروز با یکی از دوستام صحبت می‌کردم، میگفت که حتی اون لباسی که تن همستره ده اگه لول آپش کرده باشی توی پولی که در انتها میخواد بهت بده تاثیر داره. اصلا امکان نداره مثلا بخوان ارزش گذاریش کنن میگن هر کی که کت شلوار تن همسترش باشه ارزش سکه هاش بیشتره. نه،
تنها چیزی که مهمه تعداد سکه های شماست، چیز دیگه ای مهم نیست و گول این صحبت ها رو نخورید. خیلی ها هستن ویدیوهای عجیب غریب درست میکنن، من درکشون میکنم، به هر حال هر کسی یه نظری داره، اینم نظر منه. ارزش گذاری این ارز بر اساس تعداد سکه هاست. به عنوان مثال میگن 1 میلیون سکه همستر 300,000 تا $300 ارزش داره و نمیان بگن کت شلوارش انقدر ارزش داره، یعنی اصلا این امکان پذیر نیست حساب کتاب کردنش. پس گول نخورید، سکه هاتون رو بیشتر و بیشتر کنید. پروفیتتون رو از نظر من بیشتر 300,000 تا نیازی نیست ببرید، چون خیلی باید پول بدین. هر کارت 1 میلیون 2 میلیون هزینهش میشه و اصلا ارزش نداره. دیگه جونم واسهتون بگه، پیشنهاد من خرید تمام کارت هاست، اما لول آپ کردن همه کارت ها اشتباهه. فقط کارت هایی که ارزش دارن، پولشون توی چند روز برمیگرده رو لول آپ کنید. باز هم در مورد سکه ها بهتون بخوام بگم، چیزی که واقعا توی این بازی واسهتون ارزشمند باشه سکه باشه بچه. 17 روز بعد از این آپگریدایی که انجام بدیم زمان بیشتر نمونده واسه اینکه این بازی بسته بشه و دیگه نمیتونید سکه‌ای به دست بیارین. پس گول نخورید، سکه هاتون رو نگه دارید. یه ویدیو خود یوتیوب همستر چند روز پیش منتشر کرد و توی اون گفت که پروفیت خیلی مهمه. بله پروفیت مهمه. چرا مهمه؟ چون در ساعت بهتون کلی پول میده. ارزشش خیلی بیشتر از اینه که برید تب بزنید 5,000 تا 6,000 تا سکه بگیرید. من در ساعت الان 270,000 تا، همونطور که اون بالا میبینید 274,000 تا سکه در ساعت داره بهم میده. یعنی هر 4 ساعت بیشتر از 1 میلیون سکه من در میارم. قطعا پروفیت مهمتره. پس برای این پروفیت مهمتره، نه اینکه پروفیت از سکه مهمتره. نه، پروفیت مهمتره چون واسهتون سکه در میاره. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. به زودی واسهتون ویدیوهایی میسازم در مورد ارزش احتمالی همستر کامبت و اینکه چه زمانی قراره لیست بشه. این چنل رو ساب کنید، اون زنگوله رو یادتون نره بزنید، ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد. دمتون گرم که تا اینجا کنارم بودید. خدافظ.